فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده عزیز، چهارشنبه اخیرشون 0594 پرسیدن که در مورد طلاق توضیحات بیشتری بدید که چطوری طلاق صحیح هست، روش صحیح طلاق داریم. روش صحیح طلاق ما از نظر شرعی دو نوع طلاق داریم که در اصطلاح شرعی طلاق سنت گفته میشه و طلاق بدعت. طلاق سنت به این معنی نیست که طلاق دادن سنت است، بلکه طلاقی که بر اساس روشی هست که رسول الله صلی الله علیه و آله بیان کردن. طلاق مسنون اونی که مشروع هست در دو مورد هست، یعنی دو چیز را باید مراعات بکنند، یکی در تعداد طلاق ها و دیگری زمان واقع گردانیدن طلاق. آمار طلاق و عدد طلاق باید فقط یک طلاق باشه. مرد مجاز هست که در حالتی که زن پاک هست و در حالت قاعدگی نیست و در حالت پاکی که با اون زن مخالفت نکرده فقط یک طلاقی رو به زن در واقع بده، یک طلاقی رو واقع بکنه که یک طلاق باشه و اون هم در حالت پاکی زن باشه و صبر بکنه تا زمانی که این زن عدتش تمام می شود، یعنی تا 3 ماه این زن در حالت عدت هست و مردی که یک طلاقی رو داده اجازه دارد که تا 3 ماه اگر پشیمان شد دوباره مراجعه بکنند و بر بگردن به زندگی مشترک خودشون. و اگر هم بالفرض این که رجوع نکرد و یک طلاقی داد و 3 ماه گذشت یا به تعبیر دقیق تر یعنی 3 در واقع قاعدگی از زن گذشت، این زن و مرد از همدیگر جدا می شوند، یعنی طلاق کاملا واقع شده و اینا بر همدیگر حرامند. منتها این حرمت ابدی نیست. این زن و شوهر دوباره میتونن با همدیگر دوباره ازدواج بکنن، دوباره زندگی مشترکی رو تشکیل بدن. این در صورتی است یک طلاق باشه. اگر یک طلاق رو داد دوباره رجوع کرد، بار دیگری نیاز افتاد دوباره طلاق بده، یک طلاق دیگر بدهد با همون شرایط، یعنی فقط یک طلاق باشه در حالت پاکی زن و در اون پاکی که با اون مخالفت نکرده باشه. اگر طلاق سوم را داد، این طلاق سوم طلاق نهایی هست و این زن و شوهر به صورت کلی از همدیگر جدا میشه، حتی با ازدواج مجدد دوباره بر هم دیگر حلال نمیشوند، مگر این که این زن برود با مرد دیگری با میل و اراده خودش و بدون قصد این که برای شوهر اولی حلال بشد برود ازدواج بکنند و اگر بعد از این که اون شوهر دومش فوت کرد یا طلاقش از خاص دوباره به شوهر اولش بر بگرده، در این صورت جایز است. اما طلاق دادن که 3 طلاق با یک لفظ باشه، 3 طلاق در یک مجلس باشه، 3 طلاق در یک طهر باشه، یا اینکه طلاق دادن در حالتی که زن در حالت قاعدگی هست یا در حالت نفاس هست، این طلاق بدعی محسوب می شود که این طلاق ناجایز و حرام است. و عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه در زمانی که خانمش در قاعدگی بود طلاقش داد و رسول الله صلی الله علیه و آله از این ماجرا اطلاع پیدا کرد، دستور داد به عمر که مره فلیراجعها، به پسرت بگو که برود دوباره رجوع بکند. و حضرت عبدالله بن عمر هم رفت دوباره رجوع کرد. منتها این طلاق ولو این که بدعی هست، ولو این که طلاق ناجایز و نامشروع هست، اما حساب واقع میشه و حساب میشه.